باری اول سال 2023 دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی در میان مؤسسه‌های تحصیلات عالی کسبی از روی فن‌های دقیق در المپیادهای جمهوریوی سزاوار جای اول دانسته شده. با اشغال 5 جای افتخاری نسبت به دیگر مؤسسه‌های تحصیلات عالی کشور در آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است بهترین معرفی گردید. این مطلب را ضمن نشست مطبوعاتی عاید به جنبش نیم ساله اول سال تحصیل 2023 رکتور دانشگاه آموزگاری اهل‌دین عبادالله در جمع خبرنگاران بیان نمود. او تاکید داشت که تلاش می‌ورزند تا سطح تعلیم بهتر، نفوذ آموزگاران بالا رود و گیرندگان دیپلم‌های اعلی در دانشگاه زیاد گردد. کوشش‌ها در این سمت نتیجه دلخواه به بار آورده است. با گفته رکتور سالی روان نسبت به سال گذشته شماره گیرندگان دیپلم‌های اعلی چند مراتبه افزوده است. در ادامه نشست مطبوعاتی گفته شد که در زمینه تطبیق دستور پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان بهر تامین کادرهای آموزگاری در مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی و کسبی دانشگاه آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی امسال بیش از 2200 نفر را به مؤسسه‌های تعلیمی میانه عمومی و کسبی برای فعالیت آموزگاری سفربر نموده است. دانشگاه با بیش از 90 مؤسسه تحصیلات عالی و کسبی خارجی مملکت همکاری‌های سودمند دارد. علاوه بر این سال 2023 با 16 دانشگاه عالی دولت‌های جهان در سمت علم، اینواسیون و تعلیم تبادل دانشجویان و آموزگاران را به راه مانده است که این تدبیر در سمت آماده کردن متخصصان بلندپایه مساعدت خواهد کرد، گفته شد در نشست خبری.